پیشنهاد عجیب، عاشقانه و غیر قابل باور مریم وفا برای مهراج وفا. مریم وفا در کدام کشور زندگی می کند و چی رابطه‌ای با مهراج وفا داشته است؟ گفتنی های تازه مهراج وفا برای مریم وفا و آهنگ دوگانه این دو در صفحات مجازی بازدید میلیونی را از آن خود کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. مریم وفا مجری موفق، چهره شناخته شده و با استعداد در میان هنرمندان زن افغان است که توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت بسزای کسب کند. مریم وفا برنامه‌های موسیقیش را در میان مردم افغانستان از سال 2006 بدین طرف ادامه میداد و توانست خوب بدرخشد. این همه در حالی است که مریم وفا اکنون در کشور امریکا زندگی می کند و دیر مدت زمانی است که مریم وفا از هنر موسیقیش به دور بود. اما آهنگ دوگانه مریم وفا با سرودن آهنگ دوگانه با مهراج وفا در این عید شهرت خوبی برای خودش کسب کرد و توانست این آهنگ بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کند. این همه در حالی است که تازه تصاویر مریم وفا در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی پیشنهاد عاشقانه برای دوست و همکار هنری‌اش مهراج وفا داده است. مهراج وفا در کشور ایران زندگی می کند و صاحب فرزندی است. وی برای کارهای هنری‌اش سفرهای متعددی به تاجیکستان و ازبکستان داشته است، ولی هر کس خودش می‌داند و زندگی شخصیش. ما در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از این هنرمندان محبوب و مطرح افغان خواهیم بود. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان این دو هنرمند به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.